به نام خدا. در یک روستای کوچک در حاشیه شهر جوانی به نام ابراهیم زندگی می‌کرد. ابراهیم از کودکی عاشق نانوایی بود. کنار تنور پدرش بزرگ شد و همیشه رویای بهترین نان روستا را در سر داشت. اما رویایش به حقیقت نپیوسته بود. نان ابراهیم خوشمزه بود، اما بازار پر بود از نانواهایی که نان ارزانتر می‌فروختند. مشتری‌ها کمتر و کمتر می‌شدند. ابراهیم به فکر تغییر شغل افتاد، تا اینکه یک روز سرنوشت در قالب پیرمردی مهربان وارد نانوایی شد. پیرمرد با لبخند بعد از چشیدن نان گفت: نانت خوشمزه است پسرم، اما یک چیز کم دارد. ابراهیم متعجب گفت: چه چیزی کم دارد ای پدر بزرگ؟ پیرمرد جواب داد: شور و شوق. باید به نانت عشق بورزی. بگذار نانت بازتاب دل و جانت باشد. پیرمرد می رود و ابراهیم متفکر می شود. ابراهیم تصمیم گرفت به نصیحت پیرمرد گوش دهد. این بار خمیرش را با دقت ورز داد، کمی گیاهان و ادویه‌های تازه اضافه کرد و مهمتر از همه با عشق و امید نان را پخت. وقتی نانهای تازه ابراهیم وارد بازار شد، عطر آن همه را جذب کرد. مشتری‌ها یکی پس از دیگری آمدند و در مدت کوتاهی نانهای ابراهیم مشهور شد. مشتری گفت: این نان واقعا فرق میکنه، هم خوشمزه است، هم بوی زندگی میده. ابراهیم فهمید موفقیت فقط با تلاش نیست، شور و شوق است که به کار ما جان میدهد. شما هم تا به حال به این فکر کرده اید که در کار یا رویایتان چه چیزی کم دارید؟ شاید همین الان وقتشه بهش شور و شوق و انرژی بدید. اگه با این داستان موافقید همین الان ویدیو رو لایک کنید تا ما هم پر انرژی تر براتون ادامه بدیم. ابراهیم آموخت راز موفقیت عشق به کار است. وقتی روح و قلبت را در کاری بگذاری، حتی ساده ترین چیزها میتواند تو را خاص کند. به یاد داشته باشید شور و شوق نانی است که همه را سیر می کند. اگر این داستان براتون الهام بخش بود، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ وقت قصه های تازه ما از دست شما نرود.